شاروری کابل الحمدلله در سال گذشته تانسته بیش از 125 کیلومتر سرک جدید در شهر کابل اعمار بکنه، یعنی تکمیل شود و بهره برداری سپرده شود. البته شما را میدانید، ما پیش از میخوایم یک کوتاه یک یادآوری کنم برای دوستا که مسئله سرکسازی تنها مسئله قیر انداختن نیست. زمانی که طرف سرکسازی شما میرین، در قدم اولین مسئله سروی از او است که یک زمان زیاد را میگیره. بعد از مسئله سروی زمانی که تمام میشه، بعد از او پلان املاکی ساخته میشه. چون من پیشتر براتون یادآور شدم که در حدود 75% شهر کابل متاسفانه غیر پلانی پیش رفته و قطعا شما بخواین یا نخواین نیازمند استملاک هستین که قبل از اون مسئله پلان املاکی است. بعد از ترتیب پلان املاکی مسئله استملاک شروع میشه. بعد از اینکه مسئله استملاک شروع میشه، همزمان با مسئله تدارکات شروع میشه و بعد از مسئله تدارکات تازه به طرف اجرا میریم ما شما که هر سرک مطابق با همون معیارهایی که وجود داره، مطابق با همون خاصیتی که داره، لایه‌های مختلف را داره، از ساب گرید گرفته، از ساب بیس کورس، پرایم کود و طبقات مختلفی که داره. بعد از اینا که اینا انجام شد، ما تازه طرف قیر کردن میریم. یعنی اگر بخوایم در پروسه سرکسازی تنها مسئله قیر انداختن را ما شما مطرح بکنیم، 5 تا 10% کار است و 90% دیگه کار در پشت سر انجام میشه که از سروی او آغاز میشه، دیزاین او آغاز میشه، مسئله پلان املاکی او مطرح میشه، استملاک و گپ‌های دیگه که وجود داره. فلحاظ الحمدلله ما تونستیم در سال گذشته بیش از 125 کیلومتر سرک جدید را در شهر کابل اعمار بکنیم که هم به شکل قیریزی است و هم به شکل کانکریتریزی است. در کنار این مورد شاروری کابل تونسته بیش از 6 کیلومتر دیگه سرک ها را الحمدلله مسئله دیزاینش که از اساسی ترین موارد است کار رو به پیش ببره و بیش از 5.85 کیلومتر کانال جدید برای شهر کابل دیزاین بکنه. البته این سرک‌هایی که ما براتون یادآور شدم تعداد زیاد است، من میدونم وقت ما محدود است، نمیتونیم نام همگی را بگیریم. نمونه‌های واضح میتونیم بگیم تکمیل امور ساختمان سرک رحمان مینه قسمت ای، تکمیل سلول های کمپانی الا میرویس میدان یا کوته سنگی که ما شما میگیم، تکمیل قسمت اول امور ساختمان سرک کوتل خیرخانه که شما میدونید کوتل خیرخانه که از اساسی ترین سرک ها هست و مجموعاً 10.8 کیلومتر طول داره و بخش اول از او که 3710 متر بوده همگی شاهد او هستین که الحمدلله کارش تمام شده و بخش دومش که ما شما عملاً داریم فعلا صحبت میکنیم 2520 متر طولش هسته که عملاً کار در ساحه جریان داره و بخش سومش هم که دیزاینش تمام شده فعلا در مرحله تدارکات قرار داره. به همین شکل ما سرک امور ساختمان سرک بلاک‌های هوایی را داریم، تکمیل پروژه سرک اتصالی سابق قلعه فتح‌الله به سرک میدان هوایی. به همین شکل ده ها سرک دیگه است که وقت شما را میگیره اگه ما بخوایم تنها نام بگیرم براتون. مسئله بعدی که ما داریم، خب زمانی که سرک ساخته میشه در داخل شهر یک بحث بسیار اساسی مهم مسئله نگهداری است. یعنی زمانی که سرک افتتاح شد همزمان با مسئله حفظ مراقبت و نگهداریش است که در اصول انجینری و علمی و در تمام دنیا یک اصل است. شاروری کابل در سال گذشته بیش از 73852 متر مربع سرک در شهر کابل ترمیم ساخته و این ترمیم ها به شکل های مختلف است. بعضیشان به شکل کراس لینک است که خب بعضی جاهایی که مشکل ایجاد میکنه قیر مایده و مندازن مشکل رفع میشه و بعضی جاهای دیگر مجبورن بعد او را کات بکنن، کاملا ریموو میکنن و قیر نو سر او پرته که ما به این شکل کارایش را به پیش بردیم. بحث بعدی که ما وجود داریم در بخش کانال ها و جویچه ها است. من میخوایم یک موضوع پیش یادآوری بکنم چون در کنفرانس قبلی هم در این باره صحبت شد. شهر کابل تا حال کانالیزاسیون نداره و این شهر با توجه به تراکم نفوسی که داره، با توجه به تراکم ساختمان هایی که وجود داره قطعا نیازمند کانالیزاسیون هسته و شاروری کابل تمام جویها و کانال هایی که در شهر کابل اعمار میکنه هیچ کدام اینا نمیتونه جای اساسی کانالیزاسیون را بگیره. او یک بحث جداگانه است که یکی از ادارات دیگه اماراتی او را به پیش میبره. ما هماهنگی با اونا داریم و تا آخرین هماهنگی که ما با اونا داشتیم اونا مسئله دیزاینش را تمام کرد اما عملا گامی بر نداشته. اما شاروری کابل به خاطر رفع این مشکل چون تمام زیربناهای شهری که در رأس و سرکسازی است شاروری کابل رو انجام میده و ما قطعا نمیخوایم که آب دشمن سرک است. به این دلیل سرک‌های ما از بین بره. به همین خاطر کانال مختلف را ما داریم، از کانال وزیرآباد که شروع بکنیم که کلانترین کانال است تا کانال جبارخان تا کانال یوسف بنگی و ده ها کانال دیگه که در ساحات مختلف شهر ساخته شده. تمام اینها فقط به خاطر حل مشکل آبهای سطحی شهر است و هیچ کدامشون نمیتونه جای کانالیزاسیون را بگیره. ان شاءالله امیدوار هستیم که مسئله کانالیزاسیون هم به زودی در شهر کابل حل شود. در قسمت کانال ها اگه بخوایم براتون نام بگیرم، تکمیل کانال جبارخان را ما داریم، تکمیل ساختمان کانال و سرک جبارخان چون یک کانال و سرک در کنار هم دیگه است، تکمیل امور ساختمان کالار ساحه تلاشی پل چرخی که در ساحه تنگی غرو موقعیت داره، تکمیل ساختمان کانال حصه سوم خیرخانه، تکمیل امور ساختمان کانال قسمت غربی شهرک امنیت،
ادامه امور ساختمان کانال از چهارراه میدان هوایی الی سرک گمرک و به همین شکل ده ها کانال دیگه است که سر او کار صورت گرفته. بحث بعدی که ما داریم جدا از موارد در مساحه زیربنا که ما صحبت میکنیم، جدا از مسئله کانال ها و سرک ها، شارولی کابل بعضی از ساختمان های عامل منفعه هم ساخته که در حدود 19 ساختمان عامل منفعه است که از خود تعمیر ساختمان ناحیه 18 ما شما می‌دونید که شارولی کابل در تمام نواحی یک ریاست داره و ناحیه 18 ما با متعمیر ریاست نداشت. الحمدلله تعمیر رو ساخته شده و به شکل ده ها ساختمان دیگه از به شمول یک مارکت مشخص که ما در ناحیه 8 ساختیم و الحمدلله طریق داوطلبی او را به داوطلبی دادیم. یک تعداد دکان‌هایی که در ساحه زیرزمینی واقعی قصبه الی 500 فامیلی ساخته شده. مسئله بعدی که وجود داره بعضی ساختمان‌های گرین هاوس یا گلخانه هایی که شارولی کابل ساخته به همین شکل احاطه دیوار وزارت عدلیه واقعی ناحیه 6 تمام اینا در ساحه ساختن ساختمان‌هایی است که شارولی کابل ساخته. ما یک موضوع می‌خوایم واضح بکنم، زمانی که شارولی کابل درباره ساختمان صحبت میکنه دایی هم تعمیر شامل میشه، هم ساختمان سرک و تمام چیز، چون تمام اینا رو به عنوان ساختمان ما میشناسیم. بحث بعدی که وجود داره در کنار ساختمان‌های جدید مثل که ما سرک‌های نو را داشتیم، مسئله ترمیمات هم است که در سال گذشته شارولی کابل بیشتر از 22 ساختمان را مطلقاً اون را ترمیم کرده و یک بحث عمومی است که همیشه با شارولی کابل همراه خواهد بود. در کنار این موارد مسئله تنویر در شهر کابل که از مسائل بسیار اساسی است که الحمدلله شارولی کابل تانسته در سال گذشته بیش از 5000 گروه جدید را در شهر کابل نصب بکنه که شما مسیرهای مختلف رو می‌بینید که الحمدلله ملبس به تنویر هست و گروه‌هاش دیگه باید چالان باشه. البته اینجا مسئله پرچاوی برق هم وجود داره، ایران بعد ما شما به نظر بگیریم، اما ما تانستیم که 5000 گروه نو را در شهر کابل ان شاء الله الرحمن در جاده‌ها نصب بکنیم و بیش از 9700 پایه تنویر را اونا رو ترمیم بکنیم که هر کدامشون مشکلات مختلفی را داشتن. در کنار این مورد خب رنگامیزی جداولی که از کلانترین فعالیت‌های شارولی کابل هست که بیش از 57 کیلومتر جداولی که وجود داره اونا به گونه مشخص در شهر کابل رنگامیزی شده. در کنار این موارد در اجرای برخی از پروژه‌های شارولی کابل بعضی دونرها با ما همکار هستند که ما تانستیم در قسمت کانکریت ریزی سرک‌ها بیش از 115 پروژه را که کانکریت ریزی سرک‌ها بود انجام بدیم. یک موضوع رو من می‌خوام اینجا یادآور شم که شارولی کابل در قدم اول تمام هم و غمش است که ما بتونیم که فیصدی غیر پلانی شهر را پایین بیاریم و فیصدی پلانی شهر را بالا ببریم که در کنارش مسئله تنظیم مجدد زمین بر ما مطرح شده که در بخش مشخص درباره گزارش ما صحبت خواهد کردیم. اما مسئله کانکریت ریزی را شارولی کابل بیشتر می‌خواد در ساحاتی داشته باشه که ساحات غیر پلانی است. زمان یا مدتی که در بر میگیره پایین آوردن میزان غیر پلانی شهر و بلند بردن میزان پلانی شهر یک زمان مشخص است. فلهذا ما نمیخوایم که در این زمان هم بعضی از خانه هایی که به گونه مشخص در ساحات غیر پلانی ما هست اونا از خدمات شهری خب بدون شکی که مسئلهش ترانسپورت و سرک هست از او بهره نداشته باشن. فلهذا 115 پروژه کانکریت ریزی را که در حدود کم و زیاد 94 کیلومتر میشه در شهر کابل ما داشتیم. البته اینا ارزششون بسیار کمتر است، از عرض 4 متر تا 8 متر 9 متر بالاتر نیست. در کنار این مورد در بخش دومی که ما میایم بعد از مسئله زیربناهای شهری مسئله ارائه خدمات شهری به شهروندان است که بدون شک یکی از اساسی ترین مواردی که مطرح میشه مسئله تنظیف است در شهر کابل. مسئله تنظیف در شهر کابل مطابق با موضوعی که پیشتر یادآور شدیم که 75% شهر غیر پلانی است پیچیدگی‌های خود را دارد. یعنی اگر 75% شهر ما غیر پلانی نمی بود و در تمام سرک‌ها و جاده‌های ما موترهای کلان انتقال زبالات رفت آمد می داشت، مطمئن باشین که وضعیت خیلی بهتر از فعلا می بود. ما در شهر کابل بسیار جاها را داریم موتر که حتی سه چرخی که از طرف ریاست محترم تنظیف موظف و پاککاری ساحت نمیتونه اونجا رفت آمد بکنه و تمامی قهرمانای نارنجی پوش ما با کراچی‌ها که دست دارن کثافات را سعی میکنن از ساحات غیر پلانی از انتقال بدن و یک مشکل کلان است برای ما. فلهذا با تمام این موضوعاتی که من دربارش با شما صحبت کردم بیش از 526,000 تن کثافاتی که در داخل شهر بوده از سال گذشته به گونه مشخص به ساحه گزک با مولندفیلدی که تنظیم شده و در اون ساحه تمام کثافات مطابق به اصولی که وجود داره 80 سانتی کثافات کمپکشن میشه، 20 سانتی خاک سرش میاد و به این شکل پیش میره. اینا انتقال و جمع آوری شده. مسئله بعدی که در ساحه خدمات شهری تعریف میشه مسئله سرسبزی و حفظ ساحات سبز در داخل شهر کابل است. شما به جریان هستین که شارولی کابل 2 سال قبل 200,000 نهال، سال گذشته 600,000 نهال و امسال 2 میلیون نهال و گلبوته‌های زینتی را در شهر کابل غرس کرده. و لازم به ذکر است که براتون بگویم به هزار هکتار ساحه سبز یا کمربند سبزی که قبلا وزارت محترم زراعت تقریبا 1.5 سال پیش مدیریتش را بر عهده داد فعلا شارولی کابل بر عهده داره و حفظ و نگهداشت تمام ساحات مربوط شارولی کابل میشه که او را به پیش میبره.
جدا از این موارد در حدود 141 پارک فعال عملا در شهر وجود داره که شهرولی کابل وظیفه حفظ و مراقبتش را داره. از تمام نگاه‌هایی که وجود داره، چه مسئله سرسبزی و چه مسئله نگهداری خود پارک، راهروهایش، چوکی‌هایی که وجود داره، قطارها، دروازه و یا هر چیز دیگه‌ای که وجود داره. در کنار این مورد ما ساحه تپه مرنجان را یا تپه نادرخان را که یکی از ساحات بسیار کلان است، شهرولی کابل در پلان داره که اینجا یک تفریحگاه بسیار کلان برای تمام شهروندان شهر کابل ساخته شود که اساسی ترین موردش که نشان دهنده نیت نیک ما به خاطر کار است مسئله سرکش است که الحمدلله ساخته شده و امسال در فصل نهالشانی ده ها هزار نهال در اوجا غرس شده و مسئله سرک سازیش فعلا جریان داره، راهروهایی که مردم به گونه پیاده بتونن از استفاده بکنه و الحمدلله در اون ساحه مطابق با پلانی که است فعلا کار یک مسجد شریف اوجا جریان داره، کلینیک، هتل و تمام نیازمندی های یک ساحه تفریح معیاری اونجا مد نظر گرفته شده که به مرور زمان شهرولی کابل در قسمت اجرایش عملا گام های مختلفی را برمی‌داره. یک موضوع دیگر که می‌خوام یادآور شم براتون در قسمت نهالشانی شهرولی کابل الحمدلله در 3 سال گذشته حتی یک نهال هم از بازار خریداری نکرده و تمام این نهال‌هایی که شما در سطح شهر می‌بینید و گلبوت‌های زینتی به شمول 2 میلیون نهال و گلبوته زینتی که ما امسال داشتیم تمامش در گرین هاوس‌ها یا گلخانه ها ما ساده‌تر بگوییم در شهر کابل خود شهرولی کابل او را پرورش میده و خود شهرولی کابل بعد از پرورش اونا را در شهر کابل در اقصا نقاط مختلف او را غرس میکنه. مسئله بعدی که وجود داره مسئله نظم شهر و تنظیم مارکت ها است. شما میدونید که در تمام سطح شهر کابل هر اتفاقی که میافتد در قسمت نظم شهری شهرولی کابل به عنوان یک نهاد پاسخگو باید پلان ها و برنامه‌های خود را در وجود داشته باشد. شما شاهدی هستین که در نقاط مختلف شهر ما او ساحاتی را که متاسفانه ساحات عامه بود یا کنار پیاده‌رو بود یا سر جوی بود یا در کنار سرک بود که اوجا غرفه‌های مانده شده بود با توجه به یک اصول و یک پلان. البته من قبل از این می‌خوایم کمی عقب‌تر برم و صحبت کنم با شما که درست است شهرولی کابل کاروچمان‌هایی که فعالیت می‌کردن برشان یک دیزاین مشخص داد که شما مطابق با همین دیزاین خود را عیار بسازید که بعد یک دیزاین سفید رنگ بود و یک چوکات مشخص را تعیین کرده بود. اینجا به هیچ عنوان شهرولی کابل هیچ نوع کراچی را خودش سرکست به فروش نرسانده، صرف ما دیزاین برشان دادیم. مثل یک نفر به شهرولی کابل مراجعه میکنه میگه من زمین داره میخوام 5 منزل ساختمان جور بکنم، شهرولی کابل وظیفه داره که برای یک نقشه ویزه شده بده و وظیفه اجرای ساختمان را نداره. به همین شکل ما صرف برشان دیزاین دادیم و اونا فعالیت خود را آغاز کردن و ما با هیچ کدام اونا قرارداد نداریم، با تمامشون یک تفاهم نامه امضا کردیم و در بند اول تفاهم نامه بسیار واضح گفته شده که هر زمانی که شهرولی کابل لزوم دید داشت و شما در ساحات عامه که فعالیت میکنیم باعث بندش سرک و یا مشکلات دیگه شهری شدیم بعد شما انتقال پیدا بکنیم. به اساس همین بند و همین اصول قانونی در تمام شهر کابل ساحات مختلف رو میتونم براتون نام بگیرم، از سر زیرزمینی دی افغانان گرفته تا ساحه پل خشتی تا داخل خود مندوی تا این طرف ساحه سر زیرزمینی و پل باغ عمومی تا مسئله مثلا 500 فامیلی تا مسئله خود ساحه تایمنی، تمام اینا در جاهای سفیدی که برشان مشخص شده بود انتقال پیدا کرد. ما میتونستیم یعنی جمع‌آوری کراچی ها در شهر کابل نهایتاً برای شهرولی کابل یک شب زحمت داره، همگیش ما انتقال کرده میتونیم، اما مسئله مشکلات اقتصادی مردم را ما قطعاً درک میکنیم و مطابق با فیصله‌های کابینه سعی میکنیم اولویتی که برای ما مشخص شده مسئله نظم شهری است مد نظر بگیریم، در کنارش اجراءات بعدی خود را داشته باشیم که کسایی که به عنوان دستفروش در شهر کابل فعالیت میکنن در جاهای فعالیت بکنن که باعث بندش سرک، پیاده‌رو و یا هرج و مرج و از بین بردن نظم بازار نشوند. به همین شکل خود تنظیم مارکت ها در شهر کابل وظایف مشخص دیگری هم دارند. یکی از مباحث اساسیشان مسئله کنترل نرخنامه است. در قسمت نرخنامه هرچند وضاحت های زیادی ما و شما داشتیم، نرخنامه را شهرولی کابل تعیین نمیکنه. نرخنامه را یک کمیسیون تعیین میکنه به نام کمیسیون منع احتکار و کنترل قیام و شهرولی کابل به عنوان یک نهاد مسئول در شهر کابل وظیفه کنترل او را داره، چون اکثریت فکر به این شکل است که نرخ‌ها را بس شهرولی کابل پایین بیاره. به این شکل نیست. بیش از 32 قلمی که در نرخنامه وجود داره یا بیش از 30 قلمی که در نرخنامه وجود داره اکثریت اقلام وارداتی است و در کنار مسئله کرنسی یا قیمت دلار عوامل دیگه هم وجود داره که بر نرخ تاثیرگذار است و شهرولی کابل بعد از تعیین شدن نرخ هر هفته او را در شهر کابل تطبیق میکنه.